Hello everyone, I hope you're doing great. Welcome back to another episode number 4. So this is Maida. I am your English teacher and I'm really happy to be here. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی باشه و تا امروز روز خوبی براتون بوده باشه. خب ما اول از همه میریم روزهای هفته رو با هم دیگه یاد میگیریم. من حتما این نوشته ها رو توی کانال تلگرام هم براتون میفرستم و آیدی اینستا و تلگرام هم توی قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. لطفا زنگوله کانالم رو فعال کنید که حالا هر چیزی که آپلود میشه براتون یه نوتیفش بیاد. اوکی؟ So بریم رو روزهای هفته. روزهای هفته به انگلیسی میشه weekdays. آخر هفته میگیم the weekend. اوکی؟ پس روزهای هفته weekdays، آخر هفته the weekend. روزهای هفته Saturday شنبه، Sunday یک شنبه، Monday دوشنبه، Tuesday سه شنبه، Wednesday چهارشنبه، Thursday پنجشنبه، Friday جمعه. این شد روزای هفتم. حرف اضافه روزای هفتمون میشه آن بچه ها. مثلا میگیم در پنجشنبه، نمیگیم این. حرف اضافهش آنه. Okay? For example, I go to the gym on Saturdays. مثلا شنبه ها میرم باشگاه. I go to my English class on Sundays. مثلا یک شنبه ها رو میرم کلاس زبان انگلیسی. اوکی، کلاس زبان میرم. در طی روز برای morning, afternoon, evening, night حرف اضافه شون این هستش. In the morning, in the afternoon, in the evening. اوکی، حالا من چرا میگم یه جا میگم the و یه جا میگم the، اینا دوباره تلفظاتشون فرق میکنه به خاطر یه سری قوانینی که داره. حالا بهتون میگم at night برای شب متفاوته، میگیم at night. خب حالا خوب گوش بدین، اینا خیلی مهمه، حتما نوت برداری کنید. وقتی میخوایم باشون جمله بسازیم بدونین که به چه صورت آخر جمله میان و معانیشون متفاوته. اوکی، مثلا میخوایم بگیم یک بار در هفته once a week، دو بار در هفته twice a week، سه بار در هفته. دیگه سه بار در هفته یا چهار بار در هفته، پنج بار در هفته، اون عدد رو میگم بعدش تایمز میذارم. مثلا چی جوری میخوام بگم سه بار در هفته میگم 3 times a week. پنج بار در هفته 5 times a week. okay? یک بار در ماه once a month. For example, I go to the dentist once a month. من یه بار در ماه میرم دندون پزشکی. مثلا میخوام بگم من دو بار در هفته میرم بیرون. okay? I go out twice a week. okay? میخوام بگم سه بار در هفته میرم کلاس زبان. I go to my English class 3 times a week. حالا میخوام بگم جمعه شبها یا پنجشنبه شبها، مثلا میخوام بگم پنجشنبه شبها با دوستان میرم بیرون. okay? I go out with my friends on Thursday nights. On Thursday nights یعنی پنجشنبه شبها. خب میخوایم بپرسیم معمولا چه زمانی میریم بیرون؟ When do you usually go out? When یعنی چه زمانی که. I usually go out on Saturdays. okay? مثلا من معمولا شنبه ها میرم بیرون. okay? Or I usually go out on weekends. I usually go out on weekends. معمولا من آخر هفته میرم. okay? I go out once a week. I go to the gym twice a week. دو بار در هفته میرم باشگاه. I go to my English class 3 times a week. من سه بار در هفته میرم کلاس انگلیسی. خب بچه ها همه این تمرینات رو تا اینجا مطلبی که با هم دیگه یاد گرفتیم و لطفاً کار کنید و برای من ارسال کنید، چون میخوام بهتون فیدبک بدم. حتی کسایی که یاد میگیرن و
از خیلی چیزا استفاده میکنن هم دوست دارم که پیام هایی برای من بفرستن، خیلی خوشحال میشم. و اینکه ما خیلی چیزا رو از جلسات گذشته با هم دیگه یاد گرفتیم، همه اینو باعث میشه که ما الان بتونیم صحبت کنیم و تمامی این مباحثی که ما تا اینجا با هم دیگه کار کردیم، کار روزمره، دیلی روتینمون و اینا رو قراره که من جلسات بعدی بگم. اما دوست دارم که همه اینا رو با جزئیات بیشتری کار کنیم. خب زندگیای هممون مثل هم نیست و متفاوته قطعاً، پس ما جملات متفاوت همراه با جزئیات بیشتری رو قراره با هم دیگه کار کنیم و خیلی برام مهمه که شما چقدر پیشرفت میکنید، چقدر این بازخورد خوبی داره این ویدیوها. امیدوارم براتون مفید باشه مطالب امروز. روز خوبی داشته باشید. Have a good day. Bye.